آیا نام شیعه در قرآن ذکر شده است؟ عرض کردیم 6 مرتبه در قرآن کلمه شیعه مطرح شده و 4 لقب به ابراهیم خلیل عطا شده. یکی مدال نبوت، دوم مدال امامت، سوم مدال عبدیت، 4م در آیه 83 سوره صافات مدال شیعه. اگر کسی رو میگیم شیعه است یعنی قهرمان توحیده. قرآن هم میگه کسی شیعه است که قلب سلیم داشته باشه. جناب حجت الاسلام، اولا به نظر می رسد که شما به زبان عربی آشنایی ندارید و نمیدانید که کلمه شیعه در زبان عربی چه معنا و مفاهیمی را دارد. شیعه در زبان عربی معانی متعددی دارد، از جمله 1. به معنی پیروان و اتباع. الله متعال می فرماید وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. و به راستی که ابراهیم از پیروان او یعنی نوح علیه السلام بود، آنگاه که با دلی پاک به سوی پروردگارش آمد. 2. به معنی گروه و جماعت. الله متعال می فرماید إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. همانا فرعون در زمین تکبر کرد و مردمانش را دسته دسته و گروه گروه نمود. 3. به معنی گروه های پراکنده و دشمن با هم دیگر. الله متعال می فرماید قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بگو الله می تواند از بالا یا پایین عذابی بر شما بفرستد یا شما را دسته دسته و پراکنده بگرداند و طعم جنگ و خونریزی را به برخی از شما توسط برخی دیگر بچشاند. ببین چگونه آیات را به شیوه های گوناگون بیان می کنیم تا بفهمند. ثانیاً شما فرمودید که 6 مرتبه در قرآن کلمه شیعه مطرح شده و یکی از آنها را مطرح نمودید و چرا از بیان دیگر موارد خودداری کردید؟ البته به خاطر اینکه معنی آنها مطابق میل شما نیست، چنان که الله متعال می فرماید إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بیگمان با کسانی که در دینشان تفرقه ورزیدند و دسته دسته شدند هیچ پیوندی نداری. کار آنان با الله است و آنگاه آنان را از کردارشان آگاه می کند. همچنین می فرماید منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. در همه حال به سوی او روی بیاورید و تقوایش را پیشه سازید و نماز را برپا دارید و از مشرکان و از کسانی که دینشان را پراکنده کردند و گروه گروه شدند نباشید. هر گروهی به آنچه که نزدشان است خوشنودند. و نیز می‌فرماید ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. آنگاه از هر گروهی
کسانی را که بر پروردگار رحمان سرکشتر بوده اند بیرون میکشیم. اگر شما به لفظ شیعه استدلال نموده خود را مصداق آیه 83 سوره صافات میدانید، پس به این آیات هم استدلال نموده و خودتان را مصداق آنها بدانید. ثالثاً، آیا شما از تاریخ تشیع با خبر نیستید که چه زمانی نام شیعه به میان آمد و آیا در وقت نزول قرآن گروهی به نام شیعه وجود داشت که نامی از این گروه ببرد؟ و حقیقت آن است که قرآن وقتی از لفظ شیعه نام میبرد قصدش معنی لغوی آن است، نه گروه شیعه که الان این آخوند رافضی خود را به آن منتسب می کند.